از هر فرصتی برای رشد با روشنبینی استقبال میکنم. ما الان که تو این جلسه هستیم ما از یک پرنده ما پیام میگیریم، یعنی اینقدر در چی افکار ما بازه و محض اینکه ذهن من خواست قضاوت بکنه، عکس العمل نشون بده، من بهش میگم که حق با تو نیست. دریچه افکار من باز میشه و این با ذهنی روشن و قلبی گشوده من گوش میدم با پیام یک گنجشک، پیام یک کودک، پیام هر عضوی تو انجمن. من گوش میدم با گوش دل. این یعنی به من کمک میکنه که به استقبال تغییر برم. برای رشد با روشنبینی. ما گاهی وقتا میخوایم رشد بکنیم، رشد مالی بکنیم، رشد اجتماعی بکنیم، اما با وسیله ذهن خودمانه. این محکوم به شکل ما اون آرامش و اون صلابت رو به وجود بیاریم. اینجا میگه از هر فرصتی برای رشد با روشنبینی استقبال میکنم. روشنبینی یعنی توسط روح خدا، ارتعاش انرژی خدا. من از اون طریق من روی خودم کار میکنم. به همین خاطر خدا میگه ابتدا در من مستقر شو، بعد عمل کن. تغییر و رشد ما باید قدرتش، راهنماییش از نیروی برتر باشه، از خدا باشه. این که من بیام مثلا موی سرم رو تغییر بدم، لباسم رو تغییر بدم، کشورم رو تغییر بدم، نوع حرف زدنم رو تغییر بدم، اینا تغییرهای نفسانیه. تغییر ما امروز در راستای در واقع راهنمایی های قدرت برتر خداونده. به صورت الهامات بر ما جاری میشه، در ما یک عشق و یک اشتیاقی به وجود میاری که ذهن ما گشوده میشه، قلب ما روشن میشه، قلب ما گشوده میشه و ما بدون سبب شادیم، نمیدونیم چرا، ولی مثل یک کودک داریم دور خودمون میرقصیم. این یعنی نیروی برتری که به ما میده برای رشد و تغییر.